آیا میدونستید بیش از نیمی از مشکلات زناشویی از بی‌علاقگی نیست، بلکه از نبود گفتگوی مؤثر هستش؟ امروز با هم یاد میگیریم چطور با گفتگو رابطه‌ای عمیق‌تر و صمیمی‌تر بسازیم. وقتی زن و شوهر با هم حرف میزنن، فقط تبادل کلمات نیست. این یک پل ارتباطی است که احساس امنیت، اعتماد و محبت را منتقل میکنه. زوجایی که عادت دارن به طور منظم با هم صحبت کنن، کمتر دچار سوء تفاهم میشن و راحت‌تر اختلافاتشون رو حل میکنن. چطور گفتگوی مؤثر داشته باشیم؟ 1. زمان مناسب را انتخاب کنید. وقتی هر دو آرام هستید و مشغله ندارید. 2. با گوش دادن فعال شروع کنید. با نگاه و واکنش نشان دهید که در حال شنیدن هستید. 3. احساسات خود را با من بیان کنید. به جای تو همیشه بگویید من احساس می کنم. 4. از سرزنش پرهیز کنید. تمرکز بر راه حل، نه پیدا کردن مقصر. تأثیر گفتگو بر صمیمیت. وقتی همسر شما احساس کند شنیده و درک شده، راحت‌تر محبت و عشقش را ابراز می‌کند. گفتگو نه تنها اختلافات را کم می‌کنه، بلکه شور و هیجان رابطه را هم زنده نگه می‌داره. یادتون باشه، گفتگو مثل اکسیژن برای رابطه است. اگر نباشه، عشق کم کم نفسش را از دست می‌دهد. اگر این ویدیو برایتان مفید بود، کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید تا هیچ کدام از آموزش‌های علمی و محترمانه ما در زمینه روابط زناشویی را از دست ندهید. تجربه‌ها و دیدگاه‌های خودتان را هم در کامنت‌ها بنویسید، چون با هم یاد می‌گیریم و با هم رشد می‌کنیم.